درود رفقا، چطوری؟ امیدوارم که عالی باشی. خب من الان میخواستم که لاک بزنم و گفتم که ازش فیلم بگیرم که شما هم ببینید. شاید خانوم هستید و بلد نیستید هنوز درست لاک بزنید و شاید یه قسمت جالب عاشقانه دارین که میخواین برای دختر مورد علاقتون لاک بزنید. ببین که بهت یاد بدم که چجوری باید لاک تمیز قشنگ بزنید. Let's go. خب اولین کاری که باید بکنین چیه؟ اولین کار اینه که دستاشو نگاه کنید و ببینید که لاک داره یا نه. اگر اینجوری لاکاش به هم ریخته بود، اینجوری لاکاشو باید پاک کنید. اگر که لاکاش یک دست بود، نیازی نیست که پاک کنید، میتونید روی اون بزنید. اگر روی همون لاک بزنین، دستاش لاکاش میاد بالاتر، یه ذره لقور رو میشه به اصطلاح. اگه میخواین تمیز و خوشگل در بیاد، ناخناشو اول بالا پاک کن. کجاست؟ ببینید من اینو دارم. البته اینم آوردم که یه وقت این نداشت، اینو استفاده کنم. اینا معمولا خوب نیستن زیاد، برای ناخن خوش میکنن ناخنو، ولی اینا خیلی بهتره. اگه براش باید پاک اینجوری بگیریم خیلی بهتره. حالا هر نوعی که اینجوری بود، مثلا ویتامین داره، یه رایحه خوب داره، یا مثلا حتی برای بعدش چرب کننده ناخن داره که ناخن چربیشو نگیره. اینجوری دستشو میگیرید آروم، اینجوری نکنید، دستشو آروم میگیرید، اینجوری اینو میکشید روی ناخنش، اینجوری هم میشه. ببین پاک کرد. آره پاک کرد. ببین مثلا من این ناخنمو میخوام پاک کنم. خب اینو میخوام پاک کنم. خب ببین یا اینجوری خود ناخنمو اینجوری میکشم به این، یا اینجوری اینو روی ناخنم میکشم. اوکی پاک شد. ببینید دیدی وقتی که خوب باشه نیاز نیست اصلا فشاری به ناخن بیاری، خودش پاک میکنه. برای اینکه زودتر باشه یه زور اینجوری بزنید روی ناخناش، اینجوری، بعد دیگه پاکش کنید. خیلی زودتر پاک میشه چون قبلا اون مواد به ناخن رسیده و لاک پاک شده یه جوری. حالا الان که فعلا من جنس مذکری دورم نیست غیر از آقا. ایشون فقط مذکر توی اتاق منن. سلام کن به بیننده‌های عزیزمون. سلام. ایشون آقا هستن. تنها جنس مذکر توی اتاق من. فعلا توانایی لاک زدن ندارم. البته شاید در چند وقت بعدی روزی برسه که عروسک‌ها حرف بزنن و حرکت کنن که ایشون برام لاک بزنن. حالا هر وقت که جنس مذکری وارد زندگیم شد میگم برام لاک بزنه. بهش آموزش دیدم، براتون فیلم میگیرم که ببینید. هرچند الانم دارم خوب بهتون یاد میدم که اصلا نیازی نداره. بعدی که پاکش کردیم وقتی این هنوز داشت تمیز بود نمیندازینش رو. دوباره میندازینش توی همین، چون اینا تا مثلا 10 بار اینا قابل استفادهن اگه کثیف نشده باشن. بعد میاد دستای گلشو با آب میشورید که البته من اینجا یه کوچولو آب آوردم. انگشتاشو تمیز میکنید که اون لای پاک کنه روی انگشتاش نمونده باشه. انگشتاشو که تمیز کردید اینجوری بعد تمیز باشه. حالا وقت اینه که لاک‌های زیادی که براش خریدین رو بزنید. البته الان تقریبا بیشتر خانم‌ها ناخناشون کاشته. من خودم تقریبا 1 ماهه که کاشته ناخنمو برداشتم به خاطر اینکه ناخنم هوا بخوره. حالا مثلا میتونین اگه نمیتونین براش لاک بزنین، رنگ لاک ژلشو بهش بگید مثلا چی بزنه شما دوست دارین یا هر چیزی. حالا که من دارم لاک میذارم، اگه خواستین براش لاک بگیرین چند تا رنگ بگیرین. مثلا بنویسین که چه لاکایی نداره. مثلا من اینا رو دارم الان، یه آبی، یه جیگری، یه آینه‌ای سبز. اینا بیشتر جیگریه. ببینید من بیشتر جیگری دارم. اینم خیلی قشنگه. اینا رو داریم، اینو داریم، اینا رو داریم. من از این خیلی خوشم میاد، از این سبزه. اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم و اینو داریم که جدیدترین لاکی که خریدمش. خب حالا به نظر کدومو بزنم؟ من خودم بین این و این دوست دارم امشب یکی از اینا رو بزنم. ببینیدشون؟ یکی از این کدومشو بزنم؟ 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 قرمز افتاد. قرمز میزنم. خودم امشب دوست داشتم قرمز بزنم. یه ذره لاکو تکون میدیم که تنشی نشده باشه. تکونش که دادین دستشو میذارین روی میز و یا اگر نشسته بودی میذارین روی پاتون. من الان نمیتونم پدیکور مانیکور کنم چون وسیله‌هاشو ندارم. یه اینجوریه که بعد این گوشت رو یکم بدین بالاتر. خب این گوشت اینجای ناخنو بدین بالاتر که لاک قشنگ‌تر رو دست بشینه. ولی خب چون من قبلا مانیکور کردم الان نمیکنم. الان فقط میام لاک میزنم. خب لاکو باز میکنیم. ببینید همینجوری پر نمیزنیم. خب اینجوری میزنیمش به اینجا یکم خالی‌تر شه. دستشو میگیرین خیلی آروم. اینجوری نمیزنین، از بالا اینجوری شروع میکنین بزنن. خیلی هم از بالا نمیزنین، اینجوری میان پایین. دیدی؟ حالا این طرف یک بار بکشین کافیه. ببین دیدی؟ حالا میام دست بعدی با هم قلاکی که قبلا داشت میام لاک میزنم. نیاز نیست دوباره
توی لاک بزنیدش لاکیشه. همینقدر که داریم که زدیم میایم خیلی آروم و مهربون اینجوری یه انگشت دیگه‌ش رو میگیریم و میذاریم روی پامون. این بالش من باشم اینجا میذاری روی پات یا روی میزی چیزی، آروم و مهربون انگشت بعدیشو لاک میزنی. من هر وقت لاک میزنم این چون روش پشمک خریده بودم از این نداره، اینو میذارم و بعد لاک میزنم. مثلا میشین براش شعرم بخونید در همین هنگ که براش لاک میزنیم. دوباره لاک برمی‌دارم اینجوری زیاده میزنم به دیواره های لاک. بعدی و آروم مهربون با قرون سلیقه فراوان لاک میزنیم. ببینمش این طرف چه رسته. یه ذره خورد به کنار اینجوری با ناخونمون خیلی آروم پاکش میکنیم. دیدین؟ حالا من الان ناخونام کوتاهه. در میایم دست بعدی. من چون الان خودم دارم میزنم و قراره که مثلا اگر خورد به این دستم با شستم پاکش کنم، شستم رو از آخر میزنم. حالا میام این یکی دست. من دست چپ زیاد تسلط ندارم. تسلطم فقط با اینه که دست راست با دست راستم خورد به کنارش. با شستم که لاک نداره اینجوری تمیز میکنم کنارش. دوباره میزنمش توی لاکم و میام انگشت بعدی رو لاک میزنم. دوباره خورد به کنارش. دوباره میام با این شستم که ندارم پاکش میکنم. ببین دیدی؟ حالا میام انگشت بعدی رو میزنم. حالا میام انگشت بعدی. حالا میام روی شستم. اول شست سمت راستم رو میزنم. حالا شست چپم که روش تسلط خیلی بود لاک دیدین؟ کم زده بودم به دیواره هاش. زیاد لاک بزنین اینجوریه که بچه‌ها لاکش خوش نمیشه. میخوره به جای زشت میشه و حتی لباساتون رو رنگی میکنه چون دیر خوش میشه. اگه بخواید رنگی که دقیقاً روی اینه بشه باید مثلا 2-3 دور بزنید. یه دور بزنید خوش بشه، یه دور دیگه وقتی خوش شد بزنید، دوباره وقتی خوش شد یه دور دیگه بزنید. حالا من چون نمیخوام همون رنگی بشه، میخوام همینجوری هم دوستش دارم، همینجوری میکنمش. چطور شد؟ اینم از نتیجه لاک زدن نهاییمون. با این کار میتونی کلی دوست دخترت رو خوشحال کنی. خب اینم از آموزش لاک زدن با من زید. اگه دوستش داشتی و دوست داری که از این موضوع ویدیوها بیشتر برات بذارم، مثلا بافت موی دخترا، لاک زدنشون یا چیزای دیگه، میتونید حتما توی کامنت ها بهم بگو که برات بگیرم و ببینی و یه تجربه باحال دیگه به اضافه شه. خیلی دوستت دارم. ماچ بهت. مواظب خودت خیلی باش. ویدیو بعدی میبینمت. تا ویدیو بعد. فعلا.